جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا يستوي الخبيث والطيب. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. در آیه 100 سوره مائده الله سبحانه و تعالی این پیام را برای بندگان خود دارد که بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، لا یستوی الخبیث والطیب. پاک و ناپاک یکسان نیستند. یعنی ای انسان، تو دارای عقلی، دارای فکری، دارای اندیشه‌ای، متوجه باش که طیب و غیر طیب یعنی خبیث با هم برابر نیستند. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه این پیامبر میخواهد بفهماند که در این دنیایی که شما زندگی میکنید متوجه باشید که چیزهای پاک هست و اشیای ناپاک. پس بناهن شما باید که طیب را، پاک را از غیر پاک تشخیص بدهید. چگونه؟ مثلا وقتی قرآن میگوید این پیامبر داره قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاک و ناپاک یکسان نیستن، نمونه هایی از پاک و ناپاک باید که اشاره شود. چیست؟ در ابتدا از پاک میگیم توحید طیب هست. در مقابل وقتی توحید پاک هست، پس ناپاک چیست؟ شرک. قل لا یستوی الخبیث والطیب. برابر نیستن پاکی و ناپاکی، یعنی شرک و توحید اینها با هم برابر نیستن، خیلی تفاوت دارن. اهل توحید جایگاهشان و مقامشان، منزلتشان جنت هست. اهل شرک اگر با اون شرک خود از دنیا بروند جایگاهشان جهنم هست. پس این آیه مبارکه میگه بگو که قل لا یستوی الخبیث والطیب. این پیام قرآن را در ذهن داشته باشید. مثال دیگر، مؤمنین طیبین هستند، مؤمنین پاک هستند. الله سبحانه و تعالی مؤمنین پاک گفته، در مقابل مشرکین ناپاک هستند، نجس گفته شده انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. مؤمنین داخل مسجد الحرام میشن، مسجد الحرام کعبه معظمه طواف میکنن، چون مکان پاک اشخاص پاک میروند. اما مشرکین الله سبحانه تعالی میگه اینها نجسن، اینها ناپاکن، اینها برابر مؤمنین نیستن. در دنیا مسئله حلال و حرام، یک شی میبینیم حرام هست، یک شی میبینیم
حلال هست. حلال و حرام با هم برابر نیستن. این پیام ما را متوجه میسازه که قل بگو لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو که توحید و شرک برابر نیستن، یکسان نیستن. مؤمنین و مشرکین یکسان نیستن. حلال و حرام اینها یکسان نیستن، خیلی متفاوتن. پس مسائل بیع و شرار وقتی نگاه میکنیم، الله سبحانه و تعالی میفرمایه انما البیع مثل الربا، در شکل خود، در روش و طریقه معامله خود یکسان هست. مسائل ربوی و بیع و شرا در این قسمت وقتی میبینیم او هم بیع است. انما البیع مثل الربا، ولی اینجا بحث طیب و غیر طیب هست. و احل الله البیع و حرم الربا، الله سبحانه وتعالی بیع حلال کرده و ربا را حرام قرار داده. بیع حلال هست، طیب هست، اما مسئله ربوی و اینها. مشرکین و منافقین هم اعمال داشتن. مشرکین قبل از اسلام گرد کعبه طواف میکردن، صفا و مروه داشتن، اما در کنار عبادت خود لات و عزا و منات را داشتن. منافقین هم به زبان اظهار میکردن، کلمه میگفتن، نماز میخواندن، اما اعمالنا طیب نبود. از مؤمنین اعمالنا طیب هست. همچنین بحث نماز، بحث روزه، بحث حج، اینها بین یهود و نصارا هم هست. نماز میخوانن، اونها هم در همان به قصد حج طرف بیت المقدس با همو تقدسیت و بالآخره روان میشن، در اون مکانی دارن که اجراعات مثل حج دارن، یعنی قصد فلسطین و قصد بیت المقدس میکنن، روزه میگیرن، چون اعمال اینها طیب نیست، به خاطر اینکه خودنا مشرک هستن. و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. اما از مؤمنین اعمالنا طیب هست، چون شعارنا چیست؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس این پیام قرآن خیلی وسیع هست که قل لا یستوی الخبیث و الطیب. اگر یهودی نماز میخوانه، نماز او تا نماز مؤمن فرقه. اگر یک مسیحی روزه میگیره، روزه او تا روزه یک مؤمن فرقه، چون اعمال او طیب نیست. اعمال او به شرک، به خرافات، به بدعات، به اینها آلوده هست. اعمال یک انسان مؤمن، انسان مخلص، اعمال طیب داره و پیشگاه الله سبحانه و تعالی اعمالش پذیرفته می شود. وقتی نگاه می کنیم مسئله جماع با زنا، عمل یک عمل هست، اما یکی حلال هست، یکی حرام هست. جماع را الله سبحانه و تعالی وقتی یک زن و مرد با نکاح مسلمانی با طریقه شرعی نکاح میکنن، وصلت میکنن، قضیه بر اینا حلال هست. اما وقتی احکام شریعت رعایت نشه، قصد و اراده تنها شهوترانی و بحث زنا بیایه، بحث حلال نیست، حرام میشود. عمل یک هست، اما الله در این پیام میگه متوجه باشید که قل لا یستوی الخبیث و الطیب. این عمل وقتی صورت گرفت، یکی از رای مشروع و یکی از رای غیر مشروع، مشروع طیب هست و وقتی از رای غیر مشروع صورت گرفت این خبیث میشه. پس انسان خبیث با انسان طیب اینها برابر نیستن. ظاهراً انسانهای مشرک شاید هر روز خود را شستشو بدن، هر روز بدن خود را با شامپوهای خیلی زیبا و بالاخره شامپوهای عجیب و غریب با صابونهای عجیب و غریب
بدن خود را شستشو بدن، خیلی ظاهرا بدن اونها پاک باشه، نظیف باشه. شاید یک مشرک عطرها هم استفاده کنه. هر قدر که مشرک خود را نظیف کنه، لباس خود را نظیف کنه و بالآخره بدن خود را هر روز بشویه، او به همراه یک مؤمنی که اگر نظافت خود را هم برایش میسر نشد که ترتیب و تنظیم بده، بازم برابر نیستن. به خاطر چی؟ چون مؤمن پاکه، جسمش، روحش، قلبش با او کلمه مبارکه‌ای که میگه لا اله الا الله، با او کلمه طیبه‌ای که به زبان میاره طیب میشه. اما مشرک با همه نظافت‌های ظاهری که داشته باشه، با همه پاکی ظاهری که داشته باشه، قرآن میگه انما المشرکون نجس، مشرکین نجس هستند، چون قلب اونها نجس هست که در قلب اونها شرک داخل شده. اونها شریک به الله سبحانه و تعالی آوردن و عزیر ابن الله گفتن، مسیح ابن الله گفتن. مشرکین قبل از اسلام ملائکه بنات الله می گفتن و امروزه هم مشرکینی که بیاین اشخاص را به منزله خدا و صفات خدا را برای بندگان خدا بدن، الله میگه اینها هر قدر ظاهرا ببینی پاک باشن، باز هم متوجه باشید که اینها خبیث هستن، با طیب برابر نمیشون. قل لا یستوی الخبیث والطیب. پس به هر حال قرآن آیات زیادیه که اشاره میکنه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. حتی فاسق با انسان مؤمن اینها برابر نیستن. یک انسان عابد هست، زاهد هست، متقی هست، پرهیزگار هست. یک انسان فاسق، فاجر، گناه و معصیت انجام میده، الله سبحانه تعالی میگه اینها برابر نیستن. در آیه دیگر الله تعالی اشاره میکنه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. متوجه باشید که اصحاب یعنی یاران جهنم، اهل جهنم، و یاران جنت، اهل جنت، اهل بهشت، اینها برابر نیستن. ادامه آیه چقدر زیبا میفرماید اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب جنت اینها رستگاران هستند. ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان، این را بدان وقتی تو نعمت عظیم و بزرگ دین مبین اسلام نصیبت شده و این اعمالی که تو انجام میدی، روزی که میگیری، زکاتی که میدی، حجی که انجام میدی، نمازی که میخوانی، تو خواهر حجابی که میگیری، تلاوت قرآنی که داری، همه اینها وقتی به خاطر الله انجام میدی، تو اصحاب جنت هستی. اولئک هم الفائزون، اینها رستگاران هستند. او کسی که نماز نمیخوانه، حج برایش فرض شده حج نمیره، زکات برایش فرض شده زکات نمیده، او کسی که بالآخره دین اسلام مورد استهزاء و تمسخر قرار میگیره و قرار میده، دین اسلام مورد استهزاء قرار میده، او اهل نار هست. الله سبحانه و تعالی میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اینها برابر نیستن. تو خیلی مقام داری، تو مسلمان، تو خواهر مسلمان، برادر مسلمان، خیلی مقام داری، تو خاطری که اهل جنت هستی. اولئک هم الفائزون، اینها رستگاران هستند. الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین طیب، برای مؤمنینی که اونها پاک هستند، طیب هستند، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای جاویدان هم الله سبحانه و تعالی می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى، کسی که عمل صالح انجام بده، چی زن باشه و چی مرد، عمل صالح، اعمال نیکر، چی زن باشه و چی مرد، وقتی انجام داد،
یعنی عبادت الله را درست و صحیح داشت، الله میفرماید فلنحیینه حیاتا طیبه، برای از او حیات طیبه داده میشه، زندگی نیک. چون در دنیا طیب زندگی کرده، برای از او حیات طیبه برای از او داده میشه. حتی وقتی این انسان مؤمن و انسان شایسته که زندگی خود را طیب قرار داده، یعنی پاک زندگی کرده، هیچ وقت خود را به حرام خود را آلوده نکرده، همیشه در طلب حلال بوده، همیشه در طلب رضایت الله سبحانه تعالی بوده، وقتی از دنیا هم که قبض روح میشه، ملائکه که اونها ملائکه طیب هستن او را قبض روح میکنن. الله میفرمایه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. الله اکبر. طیب زندگی کن، ملائکه طیب تو را قبض روح میکنه و در حیات طیبه هم قرار میگیری. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده تمام انسانها میگه یا ایها الناس، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سبحان الله. ای مردمان بخورید مما فی الارض، از او چیزایی که در زمین هست حلال و طیب استفاده کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گامهای شیطان را پیروی نکنید. در آیه دیگر الله انبیای خود را متوجه می سازه، میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. ای پیامبران بخورید از چیزهای پاکیزه و عمل صالح انجام بدهید. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک هست، پاکیزه هست، قبول نمیکنه هیچ چیزی را الا که مگر او چیز طیب باشه. پس به هر حال این پیام قرآن را فراموش نکنید که قل لا یستوی الخبیث والطیب، برابر نیست. پاک و ناپاک برابر نیست، بلکه تفاوتش خیلی زمین و آسمان هست. الله سبحانه و تعالی میگه اشیای طیب را بخور، در دنیا طیب زندگی کن، ملائکه طیب میایه تو را قبض روح میکنه و در آخرت هم برای تو حیات طیبه هست. الله سبحانه و تعالی تمام اعمال ما را طیب بگرداند، تجارت ما را، بیع و شرای ما را، تمام زندگی ما را الله سبحانه و تعالی طیب بگردانه و همه ما را جز طیبین داشته باشه. الله همه ما را توفیق بده که ما اعمال را انجام بدیم که جز طیبین باشیم. الله سبحانه و تعالی زنان امت اسلامی را جز طیبات و مردان امت اسلامی را جز طیبین، که این نعمت عظیم و بزرگ است. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که این پیام‌های قرآنی را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه